خورسندی این جفت را حد و کنار نیست. ماهی اصلشان را در دبی میگذرانند. این امکانیت به شهرت و نیلوفر در مراسم جایزه سپاری ویدینگ سرمونی ایواردز دست داد. ما سال گذشته هم شرکت کرده بودیم، یک سرتیفیکات بریدیم، ولی انتظار نداشتیم که این بار جایزه اصلی سفر دبی رو از خود میکنیم. این نقشه رو ما از قبل داشتیم. در برابر شهرت و نیلوفر باز 49 جفت دیگر توانستند در این مراسم خوشحالی کنند. در بازی ها شرکت ورزند و صاحب تحفه ها شوند. به قول مسئولین شرکت داران این مراسم جفت های انتخابی اند. آنها از بین صدها جفته که برای شرکت درخواست دادند گلچین شدند. انتخاب هم یک شرط داشت. ما بسیاری جفتای خودمون رو از اینترنت انتخاب میکنیم و جفتایی که مثال میخوان اشتراک کنند در این مراسم جایزه سپاری صورت تویانه خودشان با ما روی میکنن و ما از مثال 300 500 کس 50 صورت انتخاب میکنیم و دعوتشون میکنیم. مراسم جایزه سپاری ویدینگ سرمونی ایواردز سال سیوم است که برگزار می‌گردد. این جشنواره در سال 2015 با ابتکار شرکت تاجیکان هالیدی و شریکانش تأسیس یافت. به قول تحلیلگران این جشنواره با سادگی خود میتواند در متحد ساختن عائله‌های جوان مؤثر باشد. من فکر میکنم این یک مرحله است برای متحد شدن جوانان حاضر بعداً برای متحد شدن عائله‌ها خیلی کمکی زیاد می‌رساند. برگزاری چنین یک مراسم با هدف معرفی عائله‌های نمونوی در حالی است که مقامات را افزایش مواردی از همپاشی عائله‌های جوان نگران کرده است و حالا تلاش پیدا کردن راه حل این مشکل را دارند. وقتی مرد قلاب زن را می‌سوزد همچون یک چوب تراش است. وقتی چوب را تراشید یک جایش که کج رفت زندگانی کج می‌رود. یک دیگر فهمی از مرد باید سر شود. وقتی مرد خانه در آمده مناسبت خوب چهره خندان و زندگی رو قبیله تواند همون موارد زندگی خودش رو می‌گذارد. گذشته از این مشکلات هدف اصلی این جشنواره یک لحظه به هم آوردن جفت‌های جوان و رنگین کردن یک شام آنها گفته می شود.